بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظیم. بیننده‌های عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که صحت و سلامت و لباس عافیت بر تن داشته باشید. موضوع امروزی ما در مورد مذمت یا نکوهش تعصب و عصبیت یا قومگراهی است. بدون شک اسلام یگانه دینی است که بین پیروانش برادری و اخوت برقرار کرده است و تنها ارزشی را که توانسته به اصطلاح بین توسط ورزش همگی را برادر و یا دوست خطاب بکنه و یا زیر یک شعار جمعشان کنه، او عبارت است اخوت و برادری است. هر آن چیزی که من حیث جدایی بین برادری و اخوت واقع میشه از او اسلام منع کرده است. از جمله چیزی که مسلمان ها را از هم میپاشانه و دور میکنه و کینه و تفرقه را، نفرت در بینشان ایجاد میکنه، عبارت از تعصب و عصبیت است. بنابراین الله جل جلاله آیه که خواندم در اینجا میفرماید: ای انسانا انا خلقناکم من ذکر و انثی. یک بار شما به بد خلقتتان بنگری و ببینی که ما شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم، از یک مذکر و مؤنث که حضرت آدم علیه السلام و حوا رضی الله تعالی عنها بود، از اینا شما را پیدا کردم. الله جل جلاله میفرماید. یعنی به این معنی چرا این آیت الله اول میگه که شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم، یعنی اصل شما انسان ها یکی است. وقتی که اصلتان یکی است، باید همونطور که پدر و مادرتان در اصل یکی است، شما باید تفرقه نداشته باشید. و چرا این کار کردیم؟ بعد از خداوند میگه: و جعلناکم شعوبا و قبائل. من شما را ملت و قبیله خلق کردم. و این ملت بودنتان و این قبیله بودنتان به این معنا نیست که شما از یک دیگر جدا هستی. به خاطری است که الله میگه لتعارفوا، تا شما یک دیگر را بشناسی، نسبتای یک دیگر را بفهمی و بدانی که فلان از فلان قوم است، فلان از فلان قبیله است، فلان از فلان ملت است. به این خاطر من شما را از ملت های مختلف، از قوم ها و قبیله های مختلف پیدا کردم، ولی اصل نسلتان یکی است که حضرت آدم علیه السلام و حوا رضی الله تعالی عنها است. خب اگر بیایم در بین انسان ها که هرگاه در این شک نیست که اصل همگی یکی است، آیا از دید مرتبه و از دید به اصطلاح و قدر و قیمت نزد الله جل جلاله هم یکی هستند همه انسان ها؟ الله جل جلاله می فرماید که نه خیر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس همه شما باز نزد الله برتری نداری و سفید و سیاه و زردتان نزد الله برتری نداری، مرد و زنتان و غیره کسی نزد الله برتریت نداره. فقط کی برتریت داره نزد الله؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نزد الله جل جلاله مکرم ترین شما کسی است که متقی ترینتان باشه. پس هر کسی که بیشتر تقوا پیشه کنه در زندگی خود، بیشتر از محرمات، از هر آن چیزی که انسان به مسیر حرام سوق میته از او جلوگیری بکنه، بدون تردید که این آدم نزدیک به تقوا میشه، بالاخره متقی و حتی متقی ترین همگی میشه و اینمی نزد الله جل جلاله بیشتر درجه داره، بیشتر قدر داره. پس بیشترین قدر و بیشترین قیمت نزد الله کی داره؟ کسایی که خوب متقی هستند، کسایی که خوب پرهیزگار هستند و اینمی نزد الله جل جلاله قدر و قیمت دارن. نزد الله جل جلاله زبان کس قدر نداره، قوم کس قدر نداره، جنسیت کس قدر نداره، رنگ کس قدر نداره.
تنها تقوای انسان نزد الله جل جلاله به اصطلاح قدرمند و محترم و مکرم تر است. به همین اساس است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرماید میگه ان الله لا ينظر الى صورکم، الله جل جلاله میگه به صورتای شما نمیبینه. خب میریم یک تماس میگیریم از خواهر ما رقیه از سمنگان. بفرمایید خواهر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید تماستان. زنده باشین. برای صاحب یک سوال داشتم شما. بفرمایید. مولوی صاحب خودم یک 37 ساله هستم. سر نماز استاشم همون جام لازم میکنه. من استاشم بسیار تکان میخوره. همه پایایم بگه شل میشه. سر نماز استاش شده نمیتونم شتکی میخورم. چه رقم میشته باشه مولوی صاحب؟ عامله دارم هستم. دکتران میگه کمخونم هستی. دیگه سوال نداشتی خواهرم؟ سوال دیگه نداشتی؟ الله حافظتان. اینه دیگه کم مرض دیگه هم دارم. اینه مشتگه هم زیاد کردیم. این مثال نماز یک بنتگه که بخصم یک در جان سبکتر باشه نماز استکه میخون دیگه وقتا چه کسی استکه بخون دیگه چرا خونه نمیتون مولوی صاحب پس میشین مشتگه میخونم. اما نماز من میشته باشه نمیشه. درست است. الله حافظتان خواهر عزیز. خب خواهر عزیز ما بودن در مورد ازی پرسیدن که ما هرگاه استاد شوم یعنی استاد شده نمیتونم و این گپ واضح هست که فقهای ما گفتین یک انسان وقتی که الله جل جلاله میفرمایه اذا قمتم الى الصلاه، وقتی شما ارادی قیام و استاد شدن کردید در نماز، دی شکی نیست که در آیه قرآن برای نماز در بیشترین جای لفظ قیام استفاده شده یعنی استاد شدن، چون استطاعت و توانایی بر استاد شدن شرط است. پس اگر استاد شدن میتونستیم باید استاد شدن فرض است سر ما که استاد شویم. اگر بنشینیم هم نماز ما نمیشه، اگر به پهلو هم باشیم به هر قسم نمیشه. وقتی که مریض باشیم استاد شدن بالای ما ثقل و گرانگی بکنه و سخت تمام شوه. اگر استاد شدیم به اصطلاح چشمای ما سیاهی میکنه یا با مشکلی روبرو میشیم، در این صورت باز اگر توانایی نشستن نداشتیم باید به نشستن نماز خدا بخوانیم. حتی فقهای ما میگه اگر یک انسان نشسته هم نمیتونه، وقتی که یعنی به پهلو میخوابه باید به پهلو به خواب هم نماز خدا بخوانه. و اگر او هم نمیتونه حتی به اصطلاح ما تخته و پشت خدا اما تو بی اندازه دراز بکشه، در این صورت هم نماز خدا باید بخونه، ترک نکنه. بنابراین به هیچ حالت به هیچ صورت ترک نماز نیامده، نباید کس ای کار بکنه الا که به هوش نباشه. بغیر از او باید نماز خدا بخونه و نماز خدا ترک نکنه و نماز میشه. چرا نمیشه؟ چون در دین ما هیچ جای نیست که مسیر بسته شده باشه. اسلام یعنی یک مسیر بسته کرده باشه گفته تا اینجا کارت میشی صرف نمیشه. اسلام دینی است که حرج نیافریده. الله در قرآن واضح میگه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین شما میگه ما حرج نیافریدیم، حرج نیست در دینتان. پس در دین ما استطاعت توانایی شرط است و عبادت و هر تکلیف شرعی که است ما مکلف هستیم به اندازه توان و استطاعت ما. پس به هر اندازه که توان داریم به هر اندازه که استطاعت و توانایی داریم به اونمو اندازه بالای ما عبادت فرض است. در هر مورد در هر بخش زندگی ما که عبادت باشه، هر کار خیری که باشه. خب خواهر دیگه ما مریم از کابل وصل شدن. بفرمایید خواهر عزیز، تماس شما وصل است. زنده باشین. استاد محترم از سوال داشتیم. یک سوال من که همی جناب قاضی زاده صاحب درباره همین شب برات که یاد داده بود که ولی قرآن و کنار ولی که شب برات باید عبادت کنی پارد شبانه یا رقم دیگه با کنی عقیدی مردم شراب میکنه. یکی دیگه بارا جواب بکنیم، یکی دیگه که یک دعا را بر ما بکنیم که بخاطر از مشکلات
دیگه خواهرم تشکر زنده و سلامت باشین. خداوند کمتون نکنه. همیشه سلامت باشین. خدا زنده باشی. امروی شما. خب خواهر عزیز ما، ممکن عالمی که در این مورد گپ زده باشه شما گفتین اینطور نگفته باشه که شما نمی شب عبادت نکنی. شاید تو گفته باشه که نمی شب شما لازم ندانی، یعنی می شب مثل شب قدر، یعنی لیلت القدر قدر ندی. دیگه شکی نیست که این نمی شب نسبت به دیگه شبا ارزش خود داره، جایگاه خود داره. توسط برخی از روایات ضعیف ثابت شده، یعنی باید احترامش بکنیم، باید قدرش بکنیم. ممکن او حرص بیشتر مردم دیده باشه، ای تو فکرش نظرش باشه که این میره وجوب و فرض اینا ندانیم، شاید هدفشان همطور باشه. و در غیر از او این گپایی است که به اصطلاح نظریات دانشمندای مسلمان است. کسایی که در این موارد بیشتر میپیچن و بیشتر عمرشان ضایع میکنن، در حقیقت مسلمان ها را جهت اصلی که به طرف بیداری و اسلام و شریعت حرکت میکنن، از اونا میمانندشان در یک موارد ناقی مصروفشان میکنن. شما ذهنایتان در این موارد مصروف نکنید. توانایی داره عبادت به هر اندازه‌ای که میتونی عبادت بکنی. الله جل جلاله قلب شما را میبینه، اعمال شما را میبینه، نیت شما را میبینه. بگذاره که کی چی میگه کی چی نمیگه. شما مطابق سنت روش پیامبرمان صلی الله علیه و سلم پس عبادتتان پیش ببری. آن چیزی که برای ما گفته شده، همون نماز و روزه و غیره، هر چی که در توان است. ولی فرض در جایش باید باشه، واجب در جایش باشه، مستحب به اندازیش باید قدر شود. هر چیزی یعنی هر حکم شرعی به اندازه خود احترام و قدر شود، با اون موقع به اندازه به او ملازمت اینا شود. خب گپ دوم شما گفتین که یک دعایی باشه برای مشکلات. برای رفع مشکل بیشترین دعایی که علما گفتن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این را بیشتر بخوانین. و الله در قرآن میگه که ما یونس از غم نجات دادیم و همچنان نجات میدیم مؤمنین، و پس مؤمنا را هم نجات میدیم. هنگامی که امی دعا را بخوانن، برخی از علما گفتین این سید استغفار است، سردار دعاها برش گفته شده، سردار استغفار برش گفته شده. بنان که وقتی سردار استغفار هست، حتی برخی از بزرگان دین این اسم اعظم گفتین. انشاءالله که الله تمام مشکلاتتان مرفوع می سازه. و در ضمنش دعای دیگه هم که میتونی شما بیشتر هر وقت ورد زبان بکنی، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. این هم شما بیشتر یعنی بخوانی که انشاءالله 500 بار تانستی بیشتر از او. به شکی نیست که الله جل جلاله دعای ما را قبول میکنه. بعض اوقات که بعض دعای ما قبول نمیشه، دو برخی از حکمت ها نهفته است. یا ای که در آخرت برای ما ذخیره میشه، پروردگار عالم برای ما در آخرت ذخیره میکنیش. یا ای که در آخرت ذخیره نمیشه ولی دیر قبول میشه، و یا هم در قبول شدنش برای ما خیر نمی باشه، خداوند جل جلاله برای ما قبولش نمیکنه. یا ما را متوجه میکنه به ای که در غذایای ما کمی نظر کنیم، دقت کنیم که تا خوراک حلال داشته باشیم، تا ای که دعای ما زودتر و بهتر و خوبتر قبول شود. بنابراین دعا قبول میشه. انشاءالله انسان نباید مایوس از رحمت الله جل جلاله باشه. هر اندازه‌ای که ما میتونیم دعا بکنیم، هر وقتی که میتونیم دعا بکنیم، بخصوص بین اذان و اقامت، در عرفات و در میزاب رحمت و وقت افطاری، اینی اوقاتایی است که در اخیر شب وقتی که بلند شویم دعا بکنیم. دعا هر وقت میخوانیم، قبل از دعای ما، بعد از دعای ما درود شریف بخوانیم، انشاءالله که دعای ما قبول میشه بخیر. خب بیننده عزیز، خواهر دیگه ما وحیده از بغلان با ما وصلشان. بفرمایید خواهر عزیز. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام. مولوی صاحب یک سوال داشتم. بفرمایید خواهر. بله، همی میگن که در روز
دمی رمضان دمی جمعه آخرش 4 نماز بخوانی، دمی بعد از الحمد شریف 7 دفعه چیره بخوانی، سوره آیت الکرسی شریفه 15 دفعه چیره سوره کوثر بخوانی. در یک سلام خوانده میشه. امور طریقش برام بگو که چه وقت بخوان جمعه آخر دمی کدام وقت نماز بخوانم دیگه، دمی 4 رکعتی که پایان بالا میشم بخوانم. همین طریقش برام بگو که میگه قضایی که داشته باشی این همی قضایی های ادا میشه. یکی دیگه یک سوال دیگه میسته که میگه همین نماز تهجد مثلا من میخوانم 8 رکعت میخوانم 2 رکعت نیت میکنم، این حکمش صحیح؟ یا میگن که 8 رکعت یک جای نیت میکنی تحیات میخوانی باز استاد میشی واپس یک جای سلام دوره میشی، چه رقمش درست است؟ این همیده برای من مولوی صاحب بگو طریق خواندن همین نماز که در جمعه آخر ماه مبارک رمضان هم خوانده میشه ایران بگو دیگه همی چیرا نماز تهجد هم درست است خواهر عزیز. طریقش برام بگو. تشکر مولوی صاحب. خدا حافظ. بیننده محترمه، شما به باور باشی اول نمازی که پرسیده در مورد در اخیر نماز جمعه در دین اسلام وجود نداره، بخصوص در مذهب حنفی در فقه ما نیست. برای علویای هند بعد از او پیروایش که در اینجا هم هستند، کمتم در برخی از ولی هند و پاکستان بیشتر هستند، اونا او را لازمی میدانند. در فقه حنفی در فقه ما شما این و نماز در دین ما هیچ جایگاهی نداره. اول او گپ او کاملا اشتباه هست. اگر کس باز میگه خیر او را بگویه که کدام عالم یعنی کدام مجتهد کدام امام گفته، او در دین نیست، او را بگذار بیخی. میم در نماز تهجد خواهر عزیز اگر 2 رکعتی بخوانی بسیار زیاد گپ خوب و بهتر هست، یعنی خوبتر است که 2 رکعتی بخوانی. بعد اگر 4 رکعتی هم میتونی بخوانی خوب است، ولی خوبتر و بهترش 2 رکعتی است که شما میخوانی. و او قسمی که گفته شده کس برات گفته 8 رکعت به یک سلام، احیانا اگر کس بخوانه میشه، ولی او نماز او بهتر نیست، او درست نیست، او خلاف سنت است. میشه یک بار، ولی بهتر است که 2 رکعتی باید خوانده شود. نماز باز اگر 2 رکعتی نخوندی نهایتا 4 رکعتی بخوانی خوب است. میشه تا او وقت هم میشه، شب تا 8 رکعت هم میشه، ولی بهترش 2 رکعتی است. امید است که شما پاسخ سوالتان گرفته باشی. ولی موضوع گپ اولتان اون نوع نمازی گفتی، اون نوع نماز در دین ما در فقه ما وجود نداره. برخی از علما گفتن که اونها با فقه حنفی سازگار ندارن و نیستن. خب خواهر مایشه از کابل تماس گرفتن. بفرمایید خواهر عزیز. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام. مولوی صاحب من میخواستم درباره نماز تراویح پرسان کنم که در ماه رمضان وقتی که تراویح میخوانیم اگر نمیشه در سر شب بخوانیم و دیگه شام در پس شب بخوانیم نیمه دیگه شب، آیا درست است یا خیر؟ و سوال چه قسم نفهمیدم سوال اولتان تکرار کنین؟ سوال اول گفتم درباره نماز تراویح بود که در ماه رمضان وقتی که نماز تراویح میخوانیم اگر نمیشه در سر شب بخوانیم و نیمه دیگه شبانیم به پس شب، آیا درست است یا خیر؟ خب. و سوال دوم هم درباره خفتن است که از بعض اگر نماز خفتن قضا شود آیا وقتی قضاییش هم میخوانیم 4 رکعت فرض هم میخوانیم وقت واجبش هم قضایی داره یا خیر؟ درست است خواهر عزیز. تشکر. خداحافظ. خداحافظ. خب خواهر ما در مورد نماز تراویح پرسیدن. اگر یک نفر یک کس بخواد که نماز تراویح را مثلا 10 رکعت در سر شب بخونه 10 رکعت در اخیر شب بخونه مشکل نداره خواهر عزیز، نماز میشه بدون شک. البته یک کار بکنه که باز وترش در اخیر شب بخونه، یعنی بعد از اینکه نماز خود تمام میکنه میشه تکمیل میکنه باز در ختم نماز وتر خود بخونه. این کار خوب است و نمازش میشه، هیچ مشکل نداره، نمازش درست است انشالله. و گپ دیگه که خواهر عزیز شما پرسیدین موضوع قضا شدن نماز و خفتن.
اول خب باید انسان تلاش و سعی بکنه که نمازش قضا نشه. چرا نماز ما قضا شوه؟ چرا زحمت نکشیم؟ چرا غافل باشیم؟ خب باز احیانا انسان است اگر قضا شد فرض خودم قضایی بیاریم، بله وتر واجب هم قضایی باید آورده شوه. به او خاطر در یک روایت در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم وتر قضایی آورده است. بنا به این گپ که وتر یک بار قضا پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده است، به می اساس باید قضایی آورده شوه. خواهر عزیز ما فرشته است قابل تماس گرفتن. بفرمایید خواهر عزیز. تماستان وصل است. بفرمایید. سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام. مولوی صاحب من یک سوال داشتم. بفرما. سوال اول من است یک نفر با یک نفر خیانت بسیار کنه چی داره در آخرت و در دنیا؟ سوال دوم من است چی است؟ آدم گناهگار چی بگوید چی بکنه خداوند توبهش قبول کنه؟ دیگه؟ سوال سیم مولوی صاحب یک بچه از 15 ساله است همیشه پیش روی نستاده نماز نمیخوانه، نماز را بسیار بگو میخوانه، بسیار آزار میده. خب قار کت فکر کنم من سرت سرمنیال قارم فهمیدم که قار کت. خداحافظ. خب خواهر عزیز الله شما را حفظ بکنه. گپ اولتان که خیانت بود، دی شکی نیست که خیانت یکی از علامات منافق است که خیانت میکنه و خیانت اینا اعمالی است که اگر حق کسی را خورده باشه دی شکی نیست روز قیامت ازش ثواب میگیره تا ای که دوباره به عوض خیانتی که کرده ازش ثواب بگیره و بخشیده شوه. واقعا کار بسیار زشت و بدی است. موضوع دوم که اگر گناه انسان چی کنه که از گناهش یعنی گناهش بخشیده شوه، توبه بکو. توبه به ایمانا که کاری کرده دیگه به او بر نگرده، نهایتا پشیمانی بکنه آنچه که کرده است و ازش نفرت داشته باشه آنچه که گذشته و کرده و آنچه که بعدا اعمالی که انجام میده به این امید داشته باشه که الله جل جلاله میپذیره، قبولش بکنه و الله قبول میکنه. یعنی می توبه است که برگشتن از گناه گذشته و مسیر جهت زندگی را تغییر دادن و گناه های قبلی خود به اون ندامت و پشیمانی کردن، استغفار یعنی طلب مغفرت و بخشش از الله جل جلاله خواستن. این انسان انشاءالله که میبخشه، الله بخشنده و مهربان است. الله گفته که توبه یعنی الله رو توبه را میپذیره. الله گفته بدون شرک من گناه را میبخشم و الله جل جلاله در حدیث میگه که هر صبح و بیگاه صدا میزنه کی به طرف من میآید که من گناهش قبول بکنم. الله مثل مخلوقات نیست که بگویم من کسی طرف من نبیاید. الله صدای آشتی را میزنه بر بندگانش که بیایی به سوی ما با ما آشتی کنی، بیایی به سوی ما با ما آشتی کنی. کی گناه خدا میخواد از گناهش بخشش بخواد که ببخشمش. پس وقتی که الله این صدا را میزنه کی از گناهش عفو میخواد ما ببخشمش، پس آیا گناه ما را الله نمیبخشه؟ میبخشه. و گپ دیگه ای که مورد پسرتان بود، اول خب برادر عزیز ما قهر کردن نباید. مادر هر چی که میگه باید دست مادرت ببوسی و ازش پوزش بخوایی، ازش بخشش بخوایی که مادرت دل آزرده نشه. بخصوص که در کار خیر و نیک، چه مادر نیکی که تو را به نماز تشویق میکنه، هرگاه تو را بگویه پسرم نماز بخوان، باید بلند شو دستش ببوس، بگو چشم مادر جان، ببخشی که تا اینجا به زحمت شدی و مرا به نماز بلند کردی و این مهربانی هیچگاه فراموشم نمیشه مادر جان. دعام برش بکو که تو را به کار خیر تشویق میکنه. نباید زشت شوی، نباید دلش آزرده بسازی. الله در قرآن میگه که بر پدر مادرتان اف نگویی، کلمه اف استفاده نکنی، چون دردی که بر شما میرسه ای باعث میشه که به پدر مادرتان اذیت شود. هرگاه که پدر مادرتان به خاطر دردی که بر شما رسیده اذیت میشن، پس چگونه تو میای درد مستقیم میتیش در اموری که به کار خیر تو را دعوت میکنه؟
به کار خوب تر دعوت میکنه پسرم نماز بخوان. چه مادر نیکویی. بنان برادر عزیز گلم این کار نکن و مادر جانم برش دعای خیر بکنه که همچنان همین قسمی که تشویقش میکنه که نماز بخونه در حقش دعا بکنه. الله پسر مرا هدایت نصیب کو. الله جل جلاله توفیق بیشتر برای پسرم نصیب کنه تا ای که فرایض الله جل جلاله رو خوب ادا بکنه. امید است که خواهر عزیز آنچه که پرسیده باشن دریافته باشن. شما شاد و کامگار باشید. خب حدیثی که در اول لفظش خوانده بودم، خب وقفه داریم انشاءالله. بعد از وقفه برمیگردیم به برنامه ما انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز گرامی. امیدوار هستم که جور صحت سلامت باشی و لباس عافیت بر تن داشته باشی. باز هم میایم به ادامه برنامه که عبارت از مذمت و نکوهش تعصب از دیدگاه اسلام، چون اسلام یگانه دینی است که انسانها را به اخوت و برادری و همزیستی به اصطلاح دعوت میکنه و نه تنها دعوت میکنه و این یک نعمت میخوانه. و البته چیزی که بسیار مهم هست، چه چیز بین انسان ها اخوت میتونه بیاره و چه چیز انسان ها را از تعصب دور نگاه میکنه. و اگر انسان های کل کره زمین ما یک چای بکنیم دیگه شکی نیست که خب بفرمان خواهر عزیز ما شیلاز بغلان. مولای صاحب دو سوال داشتم. بفرمان. یک سوالم که به خاطر میگه ماه مبارک رمضان اگه چی بخوریم آچار را بخوری روزیت مطلوب میکنه. چی را بخوری؟ آیا درست است یا نه؟ و سوالم که چی را بخوری نفهمیدم. همین نماز تهجد اگه 4 رکعت هم بخوانی بعد از 2 رکعت نماز حاجت بخوانی درست میه؟ خب سوال اولتان نفهمیدم خواهر عزیزم چی بود؟ سوال اولم همیشه که ماه مبارک رمضان میگه آچار اگه بخوریم به خاطر که آچار دیر میمونه ترش میکنه مواد چیز میندازی به خاطر روزه مطلوب میکنه. درست است. درست است یا نه؟ صحیح خواهر عزیز. دیگه سوال نداشتی. الله حافظتان. سوال دویم به خاطر نماز تهجد است. گرفتم سوالتان. که وقتی میخوانی یا 3 بجه شام میخوانی از 2 رکعت شروع تا 4 رکعت که بخوانی بعد از 2 رکعت نماز حاجت بخوانی درست است؟ گپتان نگرفتم خواهر عزیز. الله حافظتان. وقت خوش وقت میرم. خدا حافظتان. خب خواهر عزیز ما 2 سوال داشتن. سوال عزیز اولشانی بود که آیا اگر کس آچار بخوره آچار یعنی روزه را مکروه میکنه یا خیر؟ خواهر عزیزم این برمیگرده به خود انسان. یک انسان است در هر چیزی به اصطلاح آروق میزنه، تکلیف میده داره که صحتش خوب است، صحتش خوب باشه آروق یعنی چیزی در جریان آروق چرچی چیز از دهنش بیرون نمیشه اذیتش نمیکنه، نیچه رو مکروه بکنه، هیچ مشکل نداره بخوره. اگر تکلیف داشته باشه مشکل داشته باشه اچار برش خوب نبیایه بازو موضوع جداست که برای همچه انسانه که برش مضر باشه هر چی که مضر برش باشه نباید استفاده کنه در رمضان و بخوره یعنی صرفش کنه تو نکنه. هنگامی که برش مضر نباشه یعنی کدام تغییر در وجودش نمیاره صرف بکنه نوش جان بکنه هیچ مشکلی نیست برش. موضوع دیگه که شما گفتین اگه انسان 4 رکعت نماز بخونه باز 2 رکعت نماز حاجت بخونه. خب خواهر عزیز انشاءالله سوالتان فراموشم نمیشه. نظیفه خواهر است تخار تماس گرفتن. بفرمین خواهر عزیز. تماس شما وصل است بفرمایید. سلام علیکم مولای صاحب خوب هستین؟ و علیکم السلام. زنده باش خواهر عزیز. خوب هستین مولای صاحب؟ صحتتان خوب است؟ شکر خیر بین خواهر. یک چند سوال داشتیم مولای صاحب گفتم ازتون بپرسم. بفرمایید خواهر. میشنوم بفرمایید. سوال خب زنده و سلامت باشین که با معذرت تماس شما قطع شد البته. خب خواهر ما که قبلا پرسیدن از بغلان اونا در مورد از که آیا اگر 2 رکعت نماز بخوانن 4 رکعت بعد از 2 رکعت قضای حاجت یا نماز حاجت بخوانن این تو گفتن خواهر عزیز خوب است که
همون نمازت 8 رکعت بخوان، همون تهجدت دینمی دعا که الله حاجتتون پوره میکنه. انشالله نماز حاجت کدام نماز خاص نیست، نماز میخوانی که از الله جل جلاله دعا میکنی تا حاجت تا برآورده بکنه. خب نماز تا بیشتر بکو، در ختم تهجد دعا بکو. بدون شک یکی از اوقاتی که دعای انسان قبول میشه و عبارت است به اصطلاح نماز تهجد هست. وقتی که ما به نماز تهجد دعای ما قبول میشه، این چه گپ خوب و چه بهتر هست. بنا نمور 4 رکعت بکو، امور 8 رکعت بخوان یا 6 رکعت بخوان، هر چقدر که بیشتر بخوانی به مو اندازه بعد از نمازت میشه کن اذکار و ذکر و دعا و تلاوت و درود شریف اینا را هم بخوانی، انشالله که الله دعایت قبول میکنه. زنده باش خواهر عزیز. امید است که شما جواب سوالتان گرفته باشید. خب میریم به اصل موضوع ما که آیه کریمه را من خوانده بودم که گفتیم خداوند جل جلاله وقتی که ما را به اخوت و به برادری بینا دعوت میکنه و اسباب اخوت و برادری را هم بر ما معرفی میکنه، چه چیز بین ما اخوت و برادری را وصل میکنه. خب نظیفه خواهر باز دوباره است خواهر وصل شدن. بفرمایید خواهر عزیز، تماس شما وصل است. شروع کنم؟ بفرمایید شروع کنید. بفرمایید خواهر. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ صحت خوب؟ و علیکم السلام. زنده باشی خواهر عزیز. شما خوب هستین؟ مولوی صاحب در میزان یا میلاداری که در ماه مبارک رمضان هم روزه باشه دلبدی استفراغ کنه، روزش مکروه میشه، باز میتونه که پس دوباره روزه بگیره. خب دیگه گپتان خواهر عزیز؟ بس خلاص نیست. الله حافظ. خدا حافظ شما دوستان خوش. خدا حافظ خواهر عزیز. خب خداوند جل جلاله شما راضی باشه خواهر عزیز، زنده و سلامت باشین. اگر یک خواهر مادر ما تکلیف حمل می داشته باشن، بعد از اینکه یعنی دلبد میشن چه باید بکنن؟ البته دلبدی که چیزی دوباره پس داخل جوف یعنی شکمت دوباره یا در حلقت وارد نشه، دوباره داخل وجودت نشه، هیچ روزیت مکروه نمیشه، هیچ نمیشکنه، هیچ مشکل نداره و روزیت قضایی هم نبیار. اگر باز وقتی که دلبد میشی چیزی دوباره داخل مثلا وجود روی گلونت پایان میره، در شکمت دمیدیت میره، ولو که به اندازه دانه نخود باشه، از او که بالاتر باشه، چیزی که وارد وجودت شوه مفید یا مضر باشه از راه دهن یا سوراخ دیگی که در وجود انسان است، پس دیگه شک نیست که روزی ازی مشکنه. باز هرگاه که اگه تو شد دلبد شدی چیزی دوباره وارد شکمت شد، باز اینمی یک روزته قضایی بیار یعنی دوباره قضایی بیار. اگر کسی است که بسیار به این تکلیف یعنی هیچ امکان نداره، باز او موضوع جداست دیگه، او یک عذر گفته میشه، باز مجبور است دیگه. یعنی اگر کسی است که هنگامی که دلبد شود کل همیشه داخل دهنش میره و هیچ نمیتونه یعنی دوباره چیزی را بیرون تف کنه، پس داخل وجودش میره، باز او روزیش دیگه میشکنه و روزی از اون نمیشه. باز خوب است باز قضایی بیاره وقتی که صحت یاب شد. امید است که خواهر عزیز ما شما جواب سوالتان گرفته باشی. الله شما راضی باشه. خب میریم به آیه‌ای که من خوانده بودم. الله جل جلاله که وقتی ما را به اخوت و برادری و از تعصب من میکنه، پس چه چیز میتونه که برادری ما را بین هم وصل بکنه، ما را بیاره با یک مسیر درست، با یک رابطه بسیار مستحکم ما را مرتبط بکنه، رابطه‌ای که از هم جدا نشه، کو رابطه عقیده و ایمانی هست، کو قرآن است، میتونه بین ما یعنی برادری را بیاره. خب فضل من الله. برادر عزیز ما از کابل وصل شدن. بفرمایید فضل من الله صاحب. خانم آخر شب نیست، میشه شب آخر شب دمی وقت نماز ماندن چند دقیقه باشه که بخوانیم. سوالتان تکرار کنید برادر عزیزم. گفتم من نماز تهجد که میخوانیم لسی میشه شب. گفتم بفرمایید مشنم برادرم. بله نمی تا وقت نماز ماندن چند دقیقه بمانه که بخوانیم. بسیار خوب. زنده باش برادرم. برادر عزیزم فضل من الله. الله شما راضی باشه که شما نماز تهجد میخوانید. خداوند توفیق بیشتر نصیبتان کنه که نماز تهجد ترک نکنید. معنویت بدون شک انسان را به قله های بزرگ سعادت
بلند میکنه و یک آرامش خاص به انسان نصیب میکنه. برادر عزیزم، تا هنگامی که صبح صادق داخل نشده نماز تهجد تا بخوان. حالا خب نقشه ها بسیار خوب برآمده، فقط اون نقشه که در اونجا است، اون 1 دقیقه 2 دقیقه پیش از دخول وقت بس کو نمازت، 3 دقیقه 5 دقیقه بکنی بسیار گپ خوب است. حداقل باید 5 دقیقه انسان مراعات بکنی، خوب تر است. خوب باز اگر نمازش مانده بود 8 رکعت پورا نشده بود یا میخواست در 5 دقیقه 2 رکعت دیگر هم بخونه مشکل نداره. خب تا وقتی که وقت داخل نشده بخوان. محمد حسین برادرم از فاریاب امرای ما وصل هستند. برادر عزیز ما محمد حسین از فاریاب بفرمایید. سلام علیکم مولوی صاحب، جورت بخیر. زنده باشی برادرم. سوال ما این بود وقتی پدر بمیره همه خواران در دنیا حق داره یا نداره؟ دیگه برادرم دیگه گپ سوال ما این بود، حالا در خانه ما 2 تا زن دارم. یکیش حالا مثلا زن برادرم بود تازه نکاح کردم، یکیش قبلانی هم بود. حالا اونا با هم جور نمیه، باز ما میگه باید 2 تایش در یک چشم بگیریم. ما نمیدونم حالا اونا که تازه نگاه کرده است مورا باز مثل قبلانی واری نمیشه. زنده باشی برادر. خیر بینی برادر عزیزم. خب محمد حسین برادر عزیزم، خواهر حق میگیره؟ بله، چرا حق نمیگیره؟ پدر بمره خواهر حق میگیره. موضوع دوم که شما 2 خانم داره جور نمیایی، باید شما مدیریت بکنی و اگر حداقل 2 خانم مدیریت کرده نمیتونستی، پس یعنی لازم نبود که شما 2 خانم میگرفتی. باید خانم برادرت میره با کس دیگه عروسی میکرد. وقتی که تو گرفتی خب حتما توانایی استعدادش داشتی که اینا را جور بیاری، مدیریت میکردی. چون مدیریتشان بکنی اونا راضی باشن هیچ مشکل نداره، زندگیتان پیش ببری. و این گپ من نمیتونم بگم کدامش نگاه کدامش رها کو، این گپ درست نیست. هر 2 خانمای تصردی چه نگاه کو. پس وقتی که مدیریت انسان کرده نمیتونه، خوب است که قبل از اینکه عروسی بکنه باید اما فکر مدیریتش بکنه. حتی اگر یک انسان 1 خانم میگیره حقش ادا کرده نمیتونه، نباید ازدواج بکنه. ازدواج فرض است، ازدواج سنت است، ازدواج واجب است، ازدواج حرام مکروه هم است. هنگام یک انسان حق یک خانم حق شرعی را ادا کرده نمیتونه، پس بناهن بر از او جایز نیست که ازدواج بکنه، ولو که 1 ازدواج باشه ولو که 2 ازدواج باشه. به همین اساس است که بعض اوقات ازدواج برای یک انسان مکروه و حرام حتی میتونه باشه و همین قسمت تا فرض میتونه باشه. چون این موضوع ما نیست که سر حکم ازی فقط حکمش گفته شما میشه که باز بعداً بپرسی از علما عزیز. خب نظیف است تخار دوباره به تماس شدن. خواهر عزیز ما بفرمایید، تماس شما بازم وصل است. بفرمایید. مولوی صاحب یک چند سوال داشتم، گفتم امیر ازتون بپرسم. بفرمایید. صدایتان میاد خواهر عزیز. امیر روزه قدردانی را همین وقت بگیری جایز است یا نه؟ خب دیگه سوال دیگه منم همین است که یک خواهرزاده این مرد 10 ساله است، زبانش کم کم میزنه. گفتم از همین بپرسم که چی را بخوره یا نخوره؟ چی را بخوره؟ خواهرزادتان چی را بخوره گفتین؟ سوال دیگه ما همین است که وقتی در سر نماز شدی فکرت یک طرف دیگه باشه نماز میشه یا نه؟ صحیح خواهرم. سوال دومتان نگرفتم من. سوال دومتان نگرفتم. سوال دیوم همین بود که خواهرزاده این 10 ساله است، زبانش میزنه میگه من روزه هم میگیرم. پدر و مادرش نمیباند که روزه بگیره. سعید گرفتم خواهر عزیز گپتانه. زنده باشین. نظیفه خواهر شما شاد و کامگار باشی، خداوند حفظتان بکنه. میم سر سوالایی که شما پرسیدین. اولی است که
آیا در این روزا یعنی چون رمضان نزدیک هست روزه قضایی بگی روزه میشه نمیشه؟ میشه خواهر عزیزم، چرا نمیشه؟ روزه قضایی میشه. روزه قضایی که هر قدر زود آدم میتونه بگیره باید بگیره. حتی قبل از رمضان باید روزه را بگیریم که پیش از اینکه رمضان دیگه بیایه باید بگیریم در این روزا. بله چرا نمیشه؟ و این روزای بسیار خوب است، روزای کوتاه هم است. خب سوال دومتان که خواهرزاده‌تان که 10 سال است روزه سرش فرض است یا نیست، خب شما این را خودتان جوابش بدید. یعنی اگر بالغ هست یعنی جوان شده روزه فرض است سرش، اگر جوان نشده نه. اگر خودش میگه میگیریم نمانش که بگیره. خب باز اگر شوق میکنه اگر اون روزه میگیره مشکل نداره در صورتی که جوان نباشه. خب در صورتی که جوان باشه اونمو وجودش خودش وقتی که علائم جوانی ظاهر میشه استعداد روزه گرفتن الله که خالق بشر است در وجودش نهاده و اونمو خودش ظاهر میشه که نمی توانایی روزه گرفتن و غیره داره. پس بناهن در این صورت روزه باید بگیره اگر جوان باشه. اگر جوان نشده باشه نباید بگیره. خب سلام علیکم مولوی صاحب، خوب است بخیر؟ سلامت باشین خواهر عزیز، بفرمایید. سوال داشتم مولوی صاحب. بفرمایید. سوال اول معنی بود که وقتی که مردن بگیری حضرت جبرائیل عرضایل که جان میگیره قد چاقو میگیره. سوال بعدی من بود که یک روز خواب دیدم که دندانم افتیده و که پدرم مرتبیلش همی میشه. سوال سوم بود که مسا معنای مسا چیست؟ سوال گفت مولوی صاحب. صحیح خواهر است. فرزند دارم، یک بچه است، یک دخترم 11 ماه است. شوهر مرا میگه که زود دیگه بچه به دنیا باید بیاری. گناه نمیشه که زود از پس از 11 ماه بیاری؟ خب زنده باش خواهرم، شنیدم سوالات. الله حافظتان. خب پیش از اینکه به سوال این خواهر ما بیاییم میریم سوال سوم خواهر تخاری من مانده بود که اونا در مورد ازی گفتن آیا اگه انسان نماز بخونه در نماز فکرش این طرف و طرف باشه نمازش میشه یا خیر. دیگه شکی نیست که خواهر عزیزم وقتی که انسان فکرش او طرف باشه یعنی یکی نماز هست، نماز میشه به صورتی که نمازش درست حروفش درست ادا کرده باشه، آیه های قرآن درست خوانده باشه، یکی از فرایض ترک نکرده باشه نمازش میشه. ولی امو لذتی که برای یک نمازخوان حاصل میشه، امو سکونی که برای یک نمازخوان میآید او برش حاصل نمیشه. باز مزایای نماز درست با خبر نمیشه یا نمیدانه. خوب است که انسان درک باید بکنه، نهایتا تلاش کنه که از کیفیت نماز، از لذت نماز بهره مند شود. یکی از راههای یا که چه قسم بهره مند شویم از لذت نماز وی است که باید خشوع داشته باشیم، باید فکر ما را در نماز داشته باشیم. باز اگر چه قسم فکر بکنی، یکی از روشی که من براتان نشان میتم وی است که آیه های یعنی نمازی که میخوانی کوشش کو تمام مفهوم معنای نماز تا یاد بگی. هنگامی که هر لفظی را از در دهن تلفظ میکنی و دمی به فکر مفهومش باش، به معنایش باش. مثلا یا که نعبدو میگی اما تو رو بگو که الله تو را من پرستش میکنم. خب خواهر ما از پنشیر تماس گرفتن، بفرمایید خواهر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. در چی حالت روزه را خوردن؟ حالا صدایتان کمی بلند شد، بسیار پست. در وقت گرمی گندم از سرک تاشی کردم باعث شد که تشنه زیاد شدن، از این خاطر روزه را خوردم. صحیح خواهر عزیز، فهمیدم. خب الله حافظتان. خب انشاءالله میم به سوال شما خواهر عزیز میریم. اول به سوال خواهر دیگی ما که پرسیده بودن در مورد اسرائیل با چی جان آدم میگیره. اسرائیل علیه السلام با چاقو نمیگیره و چاقوی شما تا دیده نمیتونیم. پس اسرائیل با هرچی یا ملک الموت
که جان انسان قبض روح میکنه پس امکانات و توانایی است که الله جل جلاله برایش نصیب کرده و میگیره. این یک موضوع هست، این را باید خوب بفهمیم. و مسئله دیگه که خواهرمان شما پرسیدین در مورد طفل، یعنی طفل چه وقت بیارینی از دید شرعی مشکل نداره، ولی کسی که خواسته میکنه که دینی وقت طفل بیار و بچه بیار، مچم دختر بیار، یعنی شوهر به اصطلاح شوهر هوشیار نیست و یک شوهری است که عقل کامل نداره، چون این گپا به دست بشر نیست که ما بگوییم این کارا بکو این کارا نکو. و اگر باز یعنی طفل الله برات میته در هر وقتی که بته مشکل نداره، خودت میفهمی صحتت طبیعتت به اصطلاح اما همه چیزت به خودت برمیگرده، این مشکل نداره. امید است که جور صحت سلامت باشین. خب میخواستم این موضوع را، موضوع اصلی ما کی بود، یعنی تعصب به اصطلاح یا عصبیت یا قوم پرستی را بیان کنیم. گفتیم یگانه چیزی که قوم پرستی را نابود میکنه عقیده داشتن به قرآن و چنگ زدن به قرآن و چنگ زدن به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و همین قسم به امامان دین، مجتهدین، مسیری را که برای ما اونها بزرگای دین راهنمایی کردین که اصلش قرآن بین ما وحدت میاره. ارگا ما عقیده به قرآن داشته باشیم، قرآن برای ما خوب و بد معرفی میکنه، قرآن برای ما دوست و دشمن معرفی میکنه، قرآن برای ما معرفی میکنه که کی را ولی و سرپرست بگیری و کی را نگیری. امروز که ما میبینیم مسلمان ها در چه بدبختی هستند، در چه حالت عجیبی زندگی میکنن، مانند پرنده ها ذبح همیشن و هیچ کسی به دادشان نمیرسه، قبلهشان توهین میشه و مقدساتشان توهین میشه و هر جای در هر گوشه و کنار دنیا یگانه ملتی که خیلی مظلوم هستند مسلمان ها هستند، مسلمان هایی که اسلام میخواین، مسلمان هایی که اسلام میشناسن، شریعت میشناسن، این مردم هستند. پس چرا مردم به داد از اینا نمیرسه؟ چرا مردم در غم از اینا شریک نیست؟ به خاطری که مردم عقیده، یعنی مسلمان ها عقیده واقعی به قرآن ندارن. اگر به واقعیتش که قرآن گفته که شما برادر هستید، من مؤمنون اخوه، شما با هم برادر هستید، پس حقوق برادری را باید ادا بکنن. نه تنها مسلمان ها حق برادری را ادا نمیکنن، بلکه برعکس برخورد دشمنی با برادر مسلمان خود میکنن. اگر برخورد دشمنی ندارن، پس چرا مسلمان هایی که در جنگ و غم و مشکلات دچار هستند، بخصوص مثلا در این روزا میبینیم مردم فلسطین، مردم غزه در این حالت دچار است، چرا کشورهایی که به نام مسلمان هستند مرزها را بسته میکنن، مسلمان را نمیمانند، خودشان خود کمک نمیکنن، به دادشان هم نمیرسن، میآین مرز دیگه که انگلیس برشان ساخته، یعنی میره مقدس میدانن، همین مرز انگلیس نمیمانند که مسلمانای دیگه برای مسلمان ها امداد و کمک و همکاری بکنن. خب بفرمان خواهر عزیزم. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باش خواهر عزیز. مولای صاحب، من یک 30 سال پیش قصهشم میتونستم، 27 سال، یک 50 ساله، یک زمان وقتا بیعقلی بود، وقتا واقعا من خودم صغیر کلان شده بودم، تبلیغ نشنویده بودم، نمیفهمیدم. مولوی صاحب قطعی هیچ دیگه صغیر کلان شدم، در مکتب نماندم، مولای دیدم دیگه. خودمون خیلی از دایره خیلی دور بودیم. یک روز خانه مادرم آمدم، من اینجا مریضی داشتم، از خانه مادرم در شهر می رفتیم که مادر شد در خانه من رفتیم اونجا. ما فهمیدیم که امون روز روزه است، ما اینجا روزه را گرفتیم، گفتم در روز پس میگیرم. اونجا رفتم در درمی شام و دیگر من روزه را خوردم. این حالی میشنم که گناه دارم، پشیمان هستم تا به یک اندازه را چی چاره کنم، یک رای حل برم نشان بده. نادر صاحب زنده باش خواهر عزیزم. تشکر. خداحافظ. خب برای روزه، خب برای کفاره روزه واضح است که خواهر دیگه ما می سوالا داشتن از پنشیر کن انسان هرگاهی که بخوره قصدن بر از او 2 ماه پی در پی روزه بگیره، به اصطلاح 1 نیمیس یا به اصطلاح 60 مسکین نان بده. یعنی می چیزایی است که شریعت بر ما گفته یا این کارش بکنه یا 60 مسکین نان بده تا ای که الله از گردنش این روزه را ساقط بکنه، ورنه دیگه میگذاریم به رحمت الله جل جلاله. بازوره چون این حق انسان ها ندارن که انسان های گناهگار را باز حکم بکنن که تو به جهنم میری، تو به بهشت میری.
بس الله میفهمد آخرت که عذابش میکنه یا میبخشش. ولی اگر کس بخواه که از این گناه از این مسئولیت نجات پیدا کنه و الله ببخشش، اینمی مسیرش است که برای ما شریعت گفته است. امیدوار هستم که شما دو نفر که در این مورد خوردن روزه پرسیده بودی که گفت گندم تاشی میکردیم یعنی گرمی بیشتر بود، وقت مشکلات بود بناهن روزه را خوردیم. در این شکی نیست که مشکلات ها را مردم ما خیلی سپری کردن و عالم انسان ها در دنیا به مشکلات های عجیب و غریب دچار هستند. گرچه ما که میبینیم در مجموع افغانستان از بعد از کشورهای افریقایی یا هند یگان جای دیگه که مسلمان ها به بی حد به فقر و مشکلات دست پنجه نرم میکنن، از او که امکانات بیشتر به اینا دسترسی دارن. خب خداوند جل جلاله به اندازه توان هزار بشر انشاءالله پرسان میکنن. میم حدیث دیگه را میخوانیم که در مورد تعصب هست که موضوع ما هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که عصبیت لا عصبیت فی الاسلام، تعصب، عصبیت، ملیگراهی در اسلام نیست. در اسلام اگر کسی از امت رسول الله هستند، عصبیت به اصطلاح لفظ ما شما ملی بودن و ملیگرایی اینا را میگن، اینا در اسلام هیچ جاگاهی نداره. فقط در اسلام وحدت و برادری هست به اساس عقیده. البته میم در این نکته که تعصب یکی از امورات فطری بشر است. خیر چیزی که در فطرت ما هست با کی تعصب داشته باشیم؟ تعصب با کافر داشته باشیم. چون قرآن میگه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، همین که اشداء بر کفار میباشن، رحماء بین هم میباشن، بین خود میباشن، اینمی تعصب است. پس این تعصبی است که ممدوح یا توصیف شده هست، تعصب مذموم یا نکوهش شده نیست. پس تعصبی که با مسلمان میکنیم به اساس قوم، رنگ و نژاد و قبیله و وطن و غیره، اینا کلش تعصبی است که نکوهش و بددیده شده و مذموم شده. در واقعیتش اینمی نوع تعصب حتی در بین انسان ها نیست، یک نوع تعصبی است که حیوانات بخصوص یعنی سگای تعصب بسیار دارن. شما ببینید این برفاک است بسیار خوب منطقه را تقسیم بندی میکنن. یک سگ که در قلمرو دیگر ها برن، اینا کلش سرش حمله ور میشن. پس مسلمان ها اخوت و عقیده و برادری دارن که یعنی در شکی نیست که بعضی از سلیقه های انسان ها فرق میکنه. در مسائل اختلاف و غیره بخصوص در احکام دین مسلمان ها بین هم اختلاف دارن در احکام، ولی در اعتقادات و باورهایشان اختلاف با هم ندارن. و هر کسی که در عقیده مشکل داشته باشه با اوز از مسلمانان نمی باشه. وقتی که در احکام و در مسائل اجتهادات و مسائلی که در اونجا نص سری نامده باشه، مجتهدین اجتهادات کردین، یک مجتهد به یک نتیجه رسیده، یک مجتهد به نتیجه دیگر رسیده، بناهن هر کدام این مجتهدین در دنیا هزارها میلیونها پیرو دارن و مردم از اینا پیروی میکنن. اینا رو باید آدم باطل با یا چیز نگوید، چون هر کسی البته یعنی اولا و غیر اولا دینمی اختلاف مسلمان ها بوده، ولی دینی گپا هم باید انسان تعصب نکنه. اگر بکنه در شکی نیست که در اسلام جایگاهی نداره، چون اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیاریش در موضوعات در برداشت های از گپای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اختلاف نظر داشتن، ولی تعصب نمی کردن، با یکی دیگه بغض و کینه و حسد نمی کردن. من حیث برادر یکی دیگر را می دیدن و حق برادری را به یک دیگر ادا می کردن. و همچنان زبان ما باعث نشه که ما یک زبانی که داریم خلاف زبان ما را نکوهش بکنیم و خلاف زبان ما را از خود کده کمتر بدانیم و یا کمتر ببینیم و یا خدای ناخواسته بدتر برش بنگریم. این گپا کلی است که در اسلام جای نداره. الله جل جلاله برادری، وحدت و همبستگی را بین ما توفیق بده که ایجاد بکنیم و یگانه راهی که ما را برادر و وحدت بینمان بیاره قرآن الله است که به او چنگ بزنیم. وقت برنامه تمام است. شما را به الله یکتا و یگانه میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.